what's up guys، خوش اومدید به ویدیو. من پرهام هستم و امروز اومدیم به پارت 6 ماینکرافت سروایوالمون از نوع هارد. تو ویدیو قرار کارهای مهمی بکنیم، پس حتما تا آخر ویدیو همراه من باشید. Let's go. خب بذار من حتی اینو بیست کنم. آخه ما پارت قبل چیا کردیم؟ بذار این نشانتان بدم. حتی این جلوی اینو ساختیم، این مینی برج که حتی اینجا باید اسپروس باشه ولی خب نداشتیم. ما با همین کار رو در آوردیم و توش در واقع زیرش فارم لاوامون که ایول پرم شده و بجز این و زیرش قرار شما فارم واینز داشته باشیم که میبینید چه خوشگل شده. ولی یه مشکل کردم، باید اینجا رو این تیکه رو میبینید پر آب کنیم تا بالا این سه تا راهو و من میخوام به عنوان دیواره، یعنی اینجاها و اینجا مس بذارم قشنگه به نظرم. و بعدم تو جنای چیزام از اینا هم داریم و حالا بعدم به چیزام بذاریم توش ماهی. حالا الان تروپیکال فیش در واقع، نه حالا خودم سالمون بریم یه عالمه چیز میخوایم، سطل میخوایم و البته به جز اینو فقط باید کامل کنیم. یک کار دیگه هم باید بکنیم، چرا بود؟ یه فارم آهن تا حدی مگاه، یعنی تو هر 30 ثانیه 4 تا اسپام میکنه و راحته. فقط بحث ویلیجر رو بردن. اینم 12 تا ویلیجر داری، 12 تا جون ویلیجر میخواد. 12 تا فکر کنم داریم، ولی خب محض اطمینان اینجا غذا باش نیست 16 تا سیب زمینی. اینا نشونتون ندادم، بایستید الان اینم نشانتان میدم. اوی جیره بندی بخورید، الان غذا میارم. بازم این یه هوی دایمندی ساختم و روش فورچون گذاشتم و الان به سادگی همه محصولاتمون 10 برابر میشه. اینم خواستم برسانم به اطلاعیتان. خب آقا این ور یه سری مشکلاتی خوردیم، مشکلاتی تا حدی هم منطقی. مثلا معلوم شد که خیلی کاپر میخوایم، بیشتر از چیزی که من پیش بینی کرده بودم خودم. خب این بده 1 2 3 4 5 6 تا میخوایم. نبه داریم نره. حتی این برم به مشکل میخوره. بهتره که از یه مدل کاپر بسازیم همه رو، چون که اینجا رنگاشون یکیه اذیت میکنه. ولشون، از یه مدل کاپر همه رو میسازیم. اینم همین طرح انگلیش. نهایتا 2 تا رو مثلا سبز بگیم، سبز میشه دیگه. آره 2 تا رو سبز میکنیم، این یه دونه رو مثلا میذاریم همین رنگ اصلیش بمونه. حالا بعدا الان هم نمیتونیم تازه، یعنی همشون قرار سبز شن ولی ابن. و به یه مشکلی هم خوریم، کاپر خیلی میخوایم و من نمیدونم چجوری باید اوکی کنم این همه کاپر رو، چون 2 ور دیگه هم مونده و آره عجب غریبه. شاید مجبور شیم مثلا یه قارم بریم، میدونی. حالا ببینیم فعلا اوضاع چه قراره. این بر ذخایرمون از کوره های پخت و پز این برم داشتیم. یس مای گاد، این برم داریم. ایول بابا.